ما قبلا جهان را با نور هدایت می کردیم، از شن و سنگ ساخته بودیم. مسجد اون جایی بود که دانش متولد می شد. حالا همه چیز فراموش شده است. علمایمان ستاره ها را می نوشتند، عدل در خیابان ها حکم میران. اما اکنون ما شاهد فروپاشی ملت ایمان هستیم، در حالی که سکوت جاگاه مردم را گرفته است. ما خلفایی داشتیم مثل خورشید، هیچ ستمگری نتوانست به ما نزدیک شود. اما اکنون ما دست به دست قوانین خارجی میزنیم و فراموش کردهاییم که چه چیز ما را به اینجا آورد. کتابهایمان غبارآلود است، مقصدمان گم شده. داستان ما دوباره نوشته شده و ما در درون ارزش خود غرق شدهاییم. چگونه خوبی ها به ضعیفان تبدیل شدن، چگونه شعل قلب خاموش گشت. امتی که یکی بود اکنون تنها صدایی از گذشته است. ما حقیقت را به جهان دادیم، اما اکنون دنبال مد و معمول هستیم. به جای این که محکمه را در دستان نگه داریم، خم میشویم و دوباره میشکنیم. پس بیرت برو خانه قبل از این که دیر بشد، قبل از این که با وزن سرن و چهره به چهره شوی. این فقط ایمان نیست، این نادرس روح توست. بازگشت به اسلام، دوباره قدرت را پیدا کن. اگر هنوز نفس میکشی فرصت وجود دارد تا از زنجیرهای درد فرار کنی و از درد بلند شوی. راه مشخص است، فراخوان بلند است. حق را بپذیر و بخشی از افتخارندان باش. عقلایان را دنبال کن، نه فقط با غرور بلکه با زندگی خود. گام به گام حرکت کن، کسانی که راهنمایی می کنند نه فقط با نام. امامت را پیدا کن، ادعای او را بپذیر. امروز ما به فرق‌های پراکنده شدهاییم، تقسیم شدهاییم با دروغ‌های قدیمی، در حالی که دشمنان با نقشه‌های زیر سماهای جعلی بازی می‌کنند. آنها مرزهایمان را با جوهر قرمز می‌کشند، با آن سلامت می‌گویند. اما خون عمیق در هر خیابان جاری است و عدالت متوقف نمی‌شد. ما گریه های بیگناهان را در قفس‌ها میشنویم، صدایشان در شبها پیچیده میشد، در حالی که رهبران روح را به قیمت معاملات نادرست میفروشند. ما قبلا برای حق و حقیقت جنگیدیم، اکنون فقط اسکرول و اصلایت میکنیم. نماز را فراموش کردهاییم، از فقرا غفلت کردهاییم، فقط دنبال هیجان هستیم. ما ترس از خدا را فراموش کردهاییم و آن را با شارت عوض کردهاییم. حتی مساجد اکنون خالی به نظر میرسند، در بازی‌های دنیای گم شدهاییم. اما یادتان باشد برادر و خواهر، این زندگی فقط یک امتحان است. جنت ابدی را با لحظه‌ای از بی‌ثباتی عوض نکنید.
پس بیرت برو خانه قبل از این که دیر بشود، قبل از این که با وزن سر و چهره به چهره شوی. این فقط ایمان نیست، این نادرس روح توست. بازگشت به اسلام، دوباره قدرت را پیدا کن. کسانی که راهنمایی میکنند را تعقیب کن، نه فقط با نام بلکه با عمل حرکت کن. این راه ما هستند نه فقط الهی، با نور آنها مسیر خود را روشن کن. و اگر گم شد های دوباره شروع کن، شهادت بگیر دید تو پاک کن. از نفرت فاصله بگیر، به حق پایبند بمان. علم یک روز ما را با هم یکی خواهد که اگر گم شد های دوباره شروع کن. شهادت بگیر دید تو پاک کن، از نفرت فاصله بگیر.